تو رو خدا، سلام بر استقلالیای عزیز. تو رو خدا دارم بهتون میگم، من عضو برادر کوچیک رضا هستم در ترکیه. میخوام تو مشهد، منی که استقلال رو نمیبینم، از اینجا بلند میشم میرم تهران تا یه بازیش رو ببینم، بعد اینجور پژمرده برمیگردم. شما هنوز صورتمو نگاه کنید، انگار عزا دارم. منو تا حالا اینجوری ندیدی. حالا میخوام بهتون بگم آقای تاجنی، آقا جویباری، عاقبت خوشی نداره که داریم با هوادارا اینجوری بازی میکنی. سرنوروی رفتی بزویش بوزینه رو آوردی، اصلا نمیتونه حرف بزنه. بابا دماغشو اول عمل کنین بعد بیاد حرف بزنه. باز دم چلنگر گرم که درست صحبت میکنه، اگر نه این اصلا ابدا. ازتون خواهش میکنم از طرفدارای استقلال کامنت بذارین ببینیم مربی سال بعد کی باشه. 3 ساله هم باید باش قرارداد ببستیم که بتونه کاری بکنه، نه که 4 ماه 3 ماه 2 ماه. 5 نفر تو این سال رفتن، الان 6میش میخواد بیاد. بابا بیارین ساپینتو رو بیارین. ساپینتو مگه چی میخواست؟ آقای فتحی اگر پولش سر موقع میداد یا آقای ایکس و ایگرگ با هم درگیر نمیکردن اینجوری نمیشد. این تیمو نکونام داغون کرد. دارم بهتون میگم نکونام دیگه اسطوره استقلال نیست. جمع کنین این بساطونو. هی میان میگین که نکونام کدو خریه. آمد 4 سال تو استقلال بازی کرد، رفت 13 سال تو اساسونا، بعدم اومد مربی فولا. اگه ارزه داشت میامد دستیار با میستاد. اینقدر ادعا داره. من میگم جادوگر اون داره. بابا جادوگر اون داره. برای چی؟ برای که آقاشان خود چه بخت داده به لباس مشکی. بابا لباس مشکی رو در بیار تا مردم دربارت اینجوری فکر نکنن. تو که میدونی مردم ایران کش سلیقه هم. ازتون خواهش میکنم کامنت کنین. من نظرم رو فرهاد مجیدیه که سال بعد حتی گفته که با قراردادشو با باشگاه جدید اماراتیش هنوز نبسته و حاضر دوباره به استقلال برگرده.